بالاخره کمیته انضباطی رأی بازی تراکتور و پرسپولیس رو دادش و یه محرومیت عجیب و سنگین واسه تراکتور و پرسپولیس در نظر گرفته شده. از اون طرف هم بالاخره استقلال سرمربی خوش ظاهرا شناخته و با کلی شرط عجیب های ماتزاری و مثل اینکه فصل بعد تو نیمکت استقلال می‌بینیم. یه خبر عجیبی هم که شنیدیم ظاهرا رد صلاحیت شدن تاجه که توی انتقاد فدراسیون ثبت نام کرده بود. سلام، فرشاد هستم، به فوتبال با ما خوش اومدید. ممنون میشم ما رو لایک و سابسکرایب کنید و اخبارای امروز فوتبالمون رو با هم بشنویم. رأی کمیته انضباطی واسه تراکتور و پرسپولیس اعلام شدش که البته یه ذره عجیبه. اعلام شده که ظاهرا پرسپولیس و تراکتور 2 فصل آینده بازیاشون بدون تماشاگر برگزار میشه، هم تو تهران هم تو تبریز. نکته عجیب ترش اینجاست که گفتن که فصل دوم تعلیقیه، یعنی که اگه رفتار خاصی انجام دادن تو فصل اولی که محرومن، فصل دوم محرومیتش تعلیقیه براشه میشه. بعد نکته جالبش اینجاست که مثلا این دو تا تیم که قراره بدون تماشاگر با هم بازی برگزار کنن، چجوری میخواید حسن رفتار یا اینکه رفتار بعدشون رو ببینید که فصل دوم هم میخواید اجرا کنید؟ یه ذره عجیبه. از اون طرف هم پرسپولیس 2 تا بازی هم بدون حضور تماشاگرای مردش قراره برگزار کنه و ظاهرا محروم شد. نمیدونم چرا قضیهش چیه که هی میگن تماشاگرای زن بمونن، تماشاگرای مرد برن. مگه همه فحاشی‌ها اینا کلیپ هایی که اومده تماشاگرای خانم هم انجام نشده؟ کلی هم که اتفاق و سوژه افتاد که اونجا هممون دیدیم. از اون طرف هم ظاهرا یه دونه محرومیت تعلیقی پرسپولیس داشتش که به واسطه این محرومیت اونم فعال میشه و بازی حساب پرسپولیس بدون تماشاگره. ولی از اون طرف هم پرسپولیس گفته که ما میخوایم اینو به کمیته اسناپ بفرستیم و واسه همین تا این که اون رأی بده تعلیق میشه این حکم تا رأیشو بده و میفته بعد بازی حساب پرسپولیس. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. کلی اون جریمه و اینا داشتن، یه سری هم خبرنگارا لپتاپاشون شکسته که پرسپولیسیا باید جریمه بدن و مثل همون لپتاپ براش بخرن و هزار جور اتفاق دیگه هم افتاده. استقلال هم مثل این که بالاخره مربی خوش شناخت و والتر ماتزاری که 2 فصل بود پرسپولیس به شدت دنبالش بود، یه سر از استقلال در اومد و مثل این که استقلالیا اون همه درخواستای عجیبی که ماتزاری داشته رو قبول کردن. یه سری شایعه عجیب هم پیش اومده، اینکه گفته که حالا من تا پایان فصل کمک‌ها میفرستم، از فصل بعد میام. یه سری شرایط واسه خونش داشته، واسه دریافت پولش داشته، چه کمک‌هایی رو بگیرید چه بازیکنایی رو بگیرید. یه سری شرایط خیلی عجیب داشت که مثل اینکه استقلال همه هم قبول کرد و ماتزاری قرار از فصل بعد، این فصل هم نه، از فصل بعد بیادش سرمربی استقلال بشه و ببینیم که چه نتیجه‌ای میگیره. از اون طرف هم که استقلال ظاهرا یه فصل کلا از دست داده و سهمیه آسیایی احتمالاً نمیتونه بگیره، گفتن که سهراب بختیاریزاده دوباره ابقا میشه و بازی با شمس‌آذر هم استقلال قراره که با سهراب بختیاریزاده بره تو زمین و مثلا یه جورایی میخوان سهراب بختیاریزاده تا پایان فصل نگه دارن، یه جوری که صحبت‌های مسئولینشون میشنویم. ولی خب تماشاگرام اصلا استقبال خوبی از سهراب بختیاریزاده نمیکنه. تو بختیاریزاده هم مقصر نیستش، مثلا شاید یه تیم یه جوریه که این از خودگذشتگی کرده که ما تیمو گرفته. همینجوری که حتما اطلاع دارید علی کفاشیان و عزیزی خادم از انتخابات فدراسیون رد صلاحیت شدن و اینکه این همه سابقه هم داشتن نمیتونن توی انتخابات باشن. از اون طرف هم یه شایعه دیگه شده که مهدی تاج هم ظاهرا رد صلاحیت شده به خاطر سابقه‌ای که داشته، رفت و برگشته که داشته، وضعیت سلامتیش که حتی یه سری به خاطرش استعفا هم دادش. خود مهدی تاج هم اومده گفته که نه آقا اصلا همچین چیزی نیستش، من رد صلاحیت نشدم، همچنان با قدرت قرار ادامه بدم کارمون. تازه کلی هم برنامه دارم واسه چند سال آینده فدراسیون فوتبالمون. حالا قضیه شایعه چی بوده که ظاهرا عابدینی اومده این قضیه رو مطرح کرده و گفته که ظاهرا مهدی تاج رد صلاحیت شد و این همه شایعه که پیش اومده از صحبت‌های عابدینی با خبرگزاری که خبرگزاری‌ها همچنین با شدت این خبر رو پخش کردن. از اون طرف هم کمیته انضباطی عابدینی و خواستم چون نباید نامزدا درباره همدیگه صحبت کنن و سمپاچی کنن و باید توضیح بده سر این قضیه چی بوده داستانش. حالا ببینیم که عابدینی خودش رد صلاحیت میشه یا اینکه میمونه. از اون طرف هم مثل اینکه بین علی کفاشیان و مهدی تاج سری شکراب شد و همه میگفتن که آقا این سه تا کاندیدا همش فرمالیته است قضیه و قراره
مهدی تاج انتخاب بشه و همه به نفعش کنار میکشن، ولی مثل این که آبدینی با کفاشیان بسته رو ببینیم که تیم کفاشیان خیلی قوی تره یا اینکه اون اکیپی که مهدی تاج همجا داره داشت رأی میاره. کاپیتانی هم توی پرسپولیس یه معضل جدیدی شده. امید عالیشون وحید امیری که کاپیتانای اول دوم پرسپولیس هستن به واسطه مصدومیت‌های پی در پی که این چند روز دارن گریبانگیرشون میشه، خیلی از بازی‌ها رو حضور ندارن و بازوبند کاپیتانی به کاپیتان سوم میرسه. طبق سابقه و تصمیمی که از قبل شده بود، کاپیتان سوم پرسپولیس ظاهرا حسین کنعانی هستش و باید اون بازوبند ببره، ولی از وقتی کارتال اومده ظاهرا اعتقادی نداره که یه دفاع وسط بخواد بازوبند کاپیتانی رو ببنده. میگه رهبر تیم باید میانه میدان باشه و به خاطر همین بازوبند کاپیتانی حسین کنعانی گرفته و به سروش رفیعی داده. سروش رفیعی هم مصاحبه کرده، گفته که اصلا این بحث کاپیتانی بحث الکی و ما هدفمون با هم یکی و یه سری حرفا زده که یه جورایی مثلا این دلخوری که پیش اومده از این ببره. از اون طرف که می‌بینید که حسین کنعانی یه ذره حال روزش این روزا خوب نیستش و احتمال داره به خاطر این قضیه هم باشه. کارتال تو اقدامات که تو ایران کرده ظاهرا این که قضیه فوتبال ایران خوب فهمیده و فهمیده که باید چیکار کنه و تو مصاحبه‌اش شروع به اعتراض کردن کنه و اولین اعتراضش هم ظاهرا این بوده که چرا ما نباید تو استادیوم آزادی بازی کنیم و ما رو فرستادن شهر قدس و یه سری حرفا که عجیبه و بعیده که مثلا یه مربی تو این چند روز این قضیه‌ها رو بدونه و ظاهرا انگاری براش نوشته نروش داره میخونه. یه خبر خوشحال کننده ای که برای طرفدار پرسپولیس این روزا شایعش پیچیده اینه که النصر ظاهرا به واسطه صعودی که از قبل کرد و شرایطی که تو لیگ عربستان داره بازی که سختی داره قرار نیست با تیم اصلیش بیاد ایران و ما مثل این که کریستیانو رونالدو رو برای بار دوم تو ایران نمیبینیم. با این شرایط که پرسپولیس داره میتونه به راحتی النصر رو ببره یا که مساوی ازش بگیره و پرسپولیس احتمالاً با شرایط تو بازی سختی که القرافه داره با یه مساوی میتونه صعود کنه. باشگاه النصر مثلا هیچ اقدامی واسه گرفتن پاسپورت و ویزا واسه یه بازیکناش برای ورود به ایران نکرد و ظاهراً با تیم بهش قراره بیاد، یعنی بازیکن‌های اصلیشو اقدام به گرفتن ویزاشو نکرده براشون. پرسپولیس و استقلال که وضعیت همچین خوبی هم ندارن تو جدول لیگ نخبگان و حتی جفتشون هم احتمالاً با یه مساوی صعود کنن، ولی خب بهترینه که ببرن و با بازی جلو تیم عجیب الهلال مواجه نشن. باز احتمالاً بشه الاهلی و النصر یه جوری متوقف کرد، ولی خب خیلی عجیبه که بتونن با اون سطحی که الهلال نشون داد بتونن کاری کنن جلوش. اولیایی هم یه مصاحبه کرده با یکی از شبکه‌های تلویزیونی درباره اتفاقایی که توی تماشاگرای بازی فوتبال میفته و یه انتقادی هم از لیدرها و باشگاه‌ها کرده که کنترل ندارن و گفتن میشه این همه تماشاگر یک صدایی و یه برنامه‌ای داشته باشن 800% از لیدرها خط گرفتن و باید کنترل کنن باشگاه لیدراشون و صحبتشو با هم بشنویم. خالی لطف نیست. از گلایه‌های سرمربی محترم تیم ملی فوتبالمون آقای قلعه‌نویی هم هست، ایشون هم مصاحبه‌ای رو انجام دادن، مطالبی رو راجع به لیگ گفتن، حالا بخشی رو نقد هست بهش ولی خیلی از صحبتایی که کردن مطالبی که راجع به لیگ گفتن و اینکه این لیگ در نهایت باید تیم ملی فوتبال ما رو تغذیه بکنه و شرایطش این چنینی هستش، نکته بسیار درستیه. آقای اولیایی، ما یکی از بحث‌هایی که امروز می‌خواستیم با شما مطرح بکنیم، حالا علاوه بر باشگاه استقلال که کامل توضیح دادید، دغدغه رو در مورد بحث هواداری هست که این روزها فدراسیون فوتبال هم شاهدش هستیم که برای تنش‌هایی که روی سکوها پیش اومده و علل خصوص در نیم فصل دوم شاهد یک روند افزایشی هستیم دیگه. اوجش بازی پرسپولیس و تراکتور دارن کانون‌های هواداری رو ساماندهی می‌کنن. این اتفاق هم در فوتبال دنیا هست، ولی ما عملاً یک همچی چیزی رو در فوتبالمون نمیدیدیم. یعنی باشگاه‌های پرطرفدار با هواداران میلیونی، با سکوهای با 50-60 هزار تا هوادار، میدیدیم که 2 تا لیدره، 3 تا لیدره که میان رو سکو و این داستان رو جمع میکنن. حالا یه جاهایی ممکنه در کار فنی هم از اونجا خط دهی بشه، ممکنه که خدایی نکرده بالاخره جهت دهی باندی باشه باعث اخلال در کار سرمربی باشه که حاضر باشه. چه اتفاقی داره میفته و چقدر دیر شده که ما الان به اینجا رسیدیم؟ ببینین کانون‌های هواداری با کمیته مشوقین 2 تاست. الان باشگاه ما اونی که دارن چند تا مشوقه با استخدام باشگاه مثلا، یعنی قانون هواداری عملا نمیشه. قانون هواداری نداریم با اون ساختار البته باشگاه استقلال سالهای سال قانون هواداری داره ولی به باشگاه ارتباطی نداره، باشگاه همکاری نکرده باش.
ببینید ما برای سیستم صدور مجوز حرفه‌ای و نظارت سازمان بالادستی ما تو کاسه استادیوم ها ورود افراد مسلح با لباس‌های نظامی اصلا ممنوعه. ما الان داریم هوادار با نیرو انتظامی کنترل میکنیم. نیرو انتظامی اصلا نباید تو کاسه باشه، خلاف قوانینه، باید بیرون کاسه باشه. تمام مجموعه خب همونا با همه اون زحمتی که میکشن با وجود اینکه حضور دارن تشکر از زحماتشان، ولی خب همونا رو در واقع اضافه به زحمت میاندازیم، هم کار خودمون رو انجام نمیدیم. شما الان اگر یه اتفاقی بیفته یه نیرو انتظامی با لباس نیرو انتظامی بخواد با یه در واقع هوادار برخورد کنه، باید متخلف تو هوادارا برخورد کنه، اصلا جو به هم میخوره، شدنی نیست. پس این قبلا تدبیر کردن، کانون هواداران باید خود کاسه را کاملا کنترل کنه. اون کانون هواداران یه تشکل مشخصی است، رئیس داره، مرئوس داره، نمیدونم بازرس داره، نظارت داره. بله سازمان‌های مردم نهاد در دنیا وجود داره، آموزش‌هایی به هواداران میدن. هوادار وقتی استادیوم میره خیلی هیجانیه، نمیدونه چی باید بکنه. یه عده ممکنه اینو جهت منفی بدن. حتی من هشدار میدم بعضی از دوستان، مثلا تو وزارت ورزش که جلساتی هست و به نظرم میرسه که باید حتما چند تا کارشناس خبره هم اونجا باشه که ندیدم در اونجا کارشناس خبره، که فردا ممکنه برای کل موضوع فوتبال و موضوع امنیتی مشکل ایجاد کنن. ما فضا رو ایجاد بکنیم، عده‌ای را در واقع جمعیت ناپایداری را با احساس اونجا دعوت میکنیم. ممکنه کسی از بیرون بیاد با قصد ضربه زدن به فوتبال، با قصد ضربه زدن به امنیت، شعارهایی بده که قابل کنترل نباشه. پس ما از قبل باید تدبیر کنیم. تدبیرش هم نیست که حضرت علی فرمودید در دنیا آمدن و کانون‌های هواداری مستقل تشکیل دادن، روی این کانون‌ها دستورالعمل دارن، شعارهایی که داده میشه از قبل آموزش میبینن. ما کاری نکنیم. من مجددا مسئله اول جلسه رو عرض میکنم که کسی که باد میکاره طوفان درو میکنه. ما داریم باد میکاریم. ما همه چیز را احساس جوانهامان رها کردیم، اینا را جهت نمیدیم و خطرات عمده‌ای در آینده هم هست. وظیفه ما هم هست که باید حتما هواداران عزیز پرهیجانی که میان تو استادیوم و قابل ارزش هست و یکی از بزرگی‌های فوتبالن، اصلا یکی از بزرگی‌های استقلال و پرسپولیس با سایر باشگاه هواداران، سرمایه اصلی باشگاه، سپاهان، تراکتور. ولی باید حتما هوادار در جایگاه خودش باشه، هوادار احترام پذیره، هوادار باید آموزش ببینه، هوادارم باید اون چارچوب مقرراتی که برای برگزاری مسابقه لازم حتما باید رعایت کنه.